سلام و خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه. ما این خوشگل خانم رو گرفتیم و میشه گفت دیگه کوچیکه هوندامونه، یه داداش بزرگی هواش داره و اینکه خب میخواستم یه تست راید ازش بذارم، یه سری صحبت ها دربارش بکنم که اصلا چه جور موتوریه، من ازش راضیم یا نه. دیگه خب الان یه روزه گرفتمش، بدون هیچ صحبتی بریم و یه تست راید هم ازش بگیریم، بندازیم یه اتوبان، یه تاپ اسپید بگیریم، یه 0 تا 100 بگیریم، ببینیم که اصلا چند تا میده. چون خودم واقعا تا الان نرفتم ماش، یعنی تاپ اسپید ازش نگرفتم، 0 تا 100 ازش نگرفتم، اصلا کلا تستش نکردم. خب الان خلوت، حالا یه 0 تا 100 ازش بگیریم. این کامیون زد چه اونجوری که شرکت گفته اینا 17 اسب بخاره. ترمزاش واقعا قشنگه، ترمزاش ترکیبیه، یعنی چه ترمز جلو رو بگیرید چه ترمز عقب رو بگیرید، دوتا ترمز با هم کار میکنن، دوتا ترمز با هم دیگه کار میکنن، با هم دیگه میگیرن. و اینکه من راضیم الان برای سرعتش، برای تاپ اسپیدش. خب آدم خیلی کارا میتونه بکنه. حالا مثلا از این طرف نگاه کنی، اگه بیایم طبقه‌شو عوض کنیم، طبقه جلو عقب عوض کنیم، تاپ اسپید خیلی فرق میکنه. تو شتاب هم یکم آره فرق میکنه، ولی خب آره دیگه اگه بخوایم تاپ اسپید ازش بگیریم باید طبقه‌شو عوض کنیم، خورشیدیاشو عوض کنیم که تاپ اسپید ازش بگیریم. از اون طرف شتابش هم نظر میاد پایین‌تر، ولی خب به نظر من توانشو داره، به نظر من جاشو داره. یعنی موتور هی میخواد بره، اونجوری نره نمیزنه، شتابش بیش از اندازه زیاده. به نظر من اینجوریه، شتابش بیش از اندازه زیاده و احساس میکنم که یکی از طبقاش باید، حالا اگه باید تاپ اسپید بخوایم باید این طبقه کوچیک کنیم یا حالا اون طبقه یا بزرگ کنیم. یکیشو همین بخوام دستکار کنم به نظر من اوکی، به نظرم بسنه. اینم که بخوام بگم من از شتابش راضیم، اوکیه. تو بعضی از تست رایداش میدیدم که خیلی موتور خراب میکنن. حالا دیگه آقا زونتس با این رنج قیمت دیگه موتور فول آپشن قرار نیست بشه. رنج قیمتش من اقساطشو تموم شدهش در میاد 240 تومن، 24 ماهه، 6 ماه اول 13 تومن، بقیه اونم که 9 تومن تقریبا، آره 9 تومن میشه ما بقیش. و دیده بودم که میگفتن این صندلی خیلی لقه، اصلا اینجوری نیست، صندلیش خیلی راحته. دیروز که من 2 تک سوار شدم، چند تا پس 4 سوار کرده بودم، اوکی بود واقعا. هم کسی که تو تک نشسته بود راضی بود، هم من راضیم. دیروز کلا روی موتور بودم، اصلا انگار نه انگار، واقعا اوکی بود. آره خب این مشخصاتشو گفتم که آقا چجوریه. بعد از این طرف هم بخوایم نگاه کنیم، حالا درباره قدرت بالانش و حالا ترافیک و اینا قشنگه آقا، واقعا ترافیک از راه ماشینا رد شدنه، چون اونقدر موتور سنگینی نیست، سنگین هست ولی نه اونقدر. مثلا میخوای با سای دیگه مقایسه کنی خیلی سبک‌تره. آره داشتم میگفتم. بعد خیلی موتور نرمیه، اینو جدی دارم میگم. یعنی از اینجایی که من از دیروز دارم این موتور رو میدونم، دیروز از صبح خب رو موتور بودم، داشتم موتور رو میدونم، خیلی موتور نرمیه، خیلی آدم از راحتی میکنه. در چه نظر؟ از نظر زینش، حالا جای پا، فرمون، لرزشش که حالا کمه. من میدونید چجوری دارم مقایسه میکنم، نه اینکه من مثلا
کارشناس باشم یا مهندس باشم درباره موتور خیلی سر در بیارم، نه اینجوری نیست. من خب قبل این موتور میدونی که موتور نام دارم، اونو میدوندم و خب اینو میدونم یک کسی که بخواد بیاد یه همچین موتوری بخره 100% از هوندا داره در میاد، یا حالا با من اولین موتورش میخواد این موتور بخره چون خیلی موتور خفنی لیلی نیست، نه دیگه از قیمت معلومه چه جور موتوریه. ولی خب بخواید به نسبت به هوندا مقایسه کنی، آره آقا موتور اوکیه. یعنی واقعا زینش نرمه، راننده قشنگ روی موتور راحته و حتی کسی که ترک موتور میخواد بشینه واقعا راحته. مثلا سختا دیگه خودتون میدونی از 90 تا بالاتر که در میان موتورها خب یه ذره لرزا رو دارن، یه ذره اذیت رو دارن، ولی زینش اینقدر نرمه که اصلا شما متوجه نمیشین 100 تا سرعت دارین میرین رو 100 کیلومتر تون. برای منم خوبه، همین که شتابش اوکیه واقعا خوبه. خب آقا درباره خریدش، قیمتش، شرایطش براتون توضیح دادم و اینکه من این موتور از کبیر موتور گرفتم، بعد 1 سال بیمه بهم دادن، گارانتی هم داره، در موتور خودش 1 سال بیمه داد، گارانتی هم داره و تا این مدت که ما حالا اقساطمون تمام شه چک نیست، یعنی چک نمیدم چیزی قولنامه نمیدم مهمان، به جای اون میان سند موقت میدن. یعنی چی آقا؟ یعنی این موتور به نام فلانیه به صورت موقت. بعد اینم بگم الان هوا خیلی بادی ها، نمیدونم از این صدا فکر کنم دیگه مشخص باشه، هوا خیلی بادیه، از این نظرم این نگاه کن داره ثابت سرعت به خاطر هوای بادی یه ذره اذیت کرد باشه، یه ذره اونقدر تاثیر گذارم شاید فوقش 2-3 تا سرعت باد بره بذاره، یا 1 ثانیه، نیم ثانیه یا 1 ثانیه روی تابعی تاثیر بذاره در این حده. ولی واقعا با این قیمت، با این مشخصات میارزه، آقا واقعا میارزه. چرا برگردم بعد موتور رو بگم؟ میدونی خب وقتی این قیمت داری یه موتوری رو میگیری واقعا موتور خوبی، من نمیتونم ازش بدی بگم. بدیل رو در چه حالت میتونم بگم؟ مثلا من میام 400 میلیون هزینه کنم، حالا 400 میلیون 500 میلیون هزینه کنم یه موتور بگیرم، اون موقع است که خب میام بدیاش هم میگم، بدیاش بیشتر میاد به سشم تا خوبیش. ولی خب این موتور با این قیمت، با این مشخصات که دیگه خود شرکت گفته واقعا میارزه. خب آقا ویدیو ما همین بود، در همین مورد بود دیگه. آقا نمیاد درباره مارک لاستیک و فلان و چه شرکتی زده و چیکاره کرده و قبلا چیکارا میکرده اینجوری شو توضیح بدم واقعا سر در نمیارم. آقا من اون سواری که از این گرفتم و چیزایی که از این دیدم اومدم بهتون گفتم، فقط همین، یعنی اون چیزایی که خودم نرمانه تحقیق کرده بودم میدونستم فقط همونا رو گفتم. امیدوارم که اینجا به درد تو خورده باشه و واقعیت رو گفتم، چیزی که درباره این موتوره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، به دردتون خورده باشه و اینکه یه حمایت کوچیکی هم بکنین. خیلی دمتون گرمه. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.